يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرین. ای پسرم همراه ما سوار شو و از انکار کنندگان حقیقت نباش. قال سآوی إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. فرزند گفت به زودی به کوهی پناه میبرم. شک ندارم که مرا از این سیلاب محافظت خواهد کرد. نوح گفت امروز هیچ محافظی نمیتواند عذاب خدا را دفع کند مگر آنکه خود خدا رحم کند. و در این هنگام موج بین آنها حائل شد و پسر از جمله غرق شدگان گشت.